خودکشی آقای بازیگر بعد از تغییر جنسیت. دوستان عزیزم سلام. سایه افضلی یا همون شایان افضلی متولد 11 اردیبهشت 1364 در اصفهان و بازیگر می باشد. سایه به عنوان پسر به دنیا آمد، اما خیلی زود گرایشات متفاوتش آشکار شد تا اینکه بعد از خدمت سربازی تغییر جنسیت داد. دوستان عزیزم لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن بیوگرافی کامل سایه تا آخر ویدیو با من باشین. سایه با نام محمد افضلی در بیمارستان سپاهان اصفهان متولد شد. او که 4 برادر و 4 خواهر داره، خیلی زود در ایام کودکی به جای اسباب بازی‌های پسرونه عروسک بغل می‌کرد و کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشید. با ورود به مدرسه رفتارهای زنانش تغییر که نکرد، بلکه از 13 سالگی این رفتارها بیشتر به چشم اومد تا جایی که باعث ناراحتی پدر و برادرانش شد. بارها توسط مردهای خانواده تذکر می‌گرفت که رفتار مردانه‌ای داشته باشه. اونم تمام تلاشش رو می‌کرد اما نمیتونست. سخت‌ترین دوران زندگی رو در مدرسه به خصوص کلاس‌های ورزشی تجربه کرد تا اینکه به اصرار خانواده به سربازی رفت. به گفته خودش سالهای بسیار بدی رو در دوران سربازی تجربه کرده. با این حال خدمت خود رو به اتمام رسوند، اما این نوع زندگی اون رو به شدت افسرده کرده بود. پدرش با دیدن افسردگی محمد تصمیم به خواستگاری براش گرفت. محمد هم که علاقه به احساسی به این کار نداشت، در جلسه خواستگاری به دختر خانم گفت شما مانند خواهر من هستید، من هیچ حسی به شما ندارم. در نهایت این خواستگاری به سرانجام نرسید. محمد برای فرار از مشکلات و افسردگی تصمیم گرفت به سمت هنر بره. به همین خاطر مدتی به کلاس‌های آواز رفت. اون سپس با انتخاب نام هنری شایان چند قطعه‌ای هم منتشر کرد و با فیسبوک شناخته تر شد. شایان که از اصفهان برای پیگیری کارهای موسیقی عازم تهران بود، به همراه 2 دوست خودش در مسیر تصادف میکنن. در این حادثه 2 نفر کشته میشوند و شایان به کما میره. بعد از 27 روز کما به زندگی باز میگرده و تصمیم میگیره زندگی جدید خودش رو بسازه. شایان از سال 1385 وقتی 21 ساله بود تصمیم به تغییر جنسیت گرفت. بعد از 4 سال تلاش تونست در سال 1389 با موفقیت تغییر جنسیت بده. بخشی از طولانی شدن این مسیر به خاطر عدم رضایت خواهر و برادرانش بود، اما با کمک مادرش تونست رضایت پدر و سایر اعضای خانواده رو به دست بیاره. سایه در یکی از نوشته‌هاش میگه سالها در حسرت رسیدن به کلمه‌ای به اسم زن کوشیدم. هاشا که نمیدونستم این کلمه پرزرق و برق و پر از ایهام چه رنگ و فنگ‌ها و دردها و ظلم‌ها و ستیزهایی که به همراه نداره. زن شدم تا آرامش خانه باشم، زن شدم تا صبوری کنم، زن شدم تا سکوت کنم. شایان بعد از تغییر جنسیت نام سایه رو انتخاب کرد. حالا چون کسی اون رو نمیشناخت، از اول شروع به ادامه فعالیت‌های هنری خودش کرد. سایه بعد از مدتی ازدواج کرد. با اینکه همسرش همه چیز رو میدونست، ولی خانواده‌اش خبری از طرز بودن سایه نداشتند. فعالیت‌های سایه در فضای مجازی باعث شد خیلی زود عکس‌های قبل و بعد از تغییر جنسیتش در فضای مجازی پخش بشه و خانواده همسرش نیز از گذشته اون با خبر بشن. به کمک پلیس فتا عکس‌های پخش شده جمع‌آوری شد، اما زندگی زناشویی اونها در حالی که به دنبال رحم اجاری برای بچه‌دار شدن بودند، به جدایی و طلاق ختم شد. سایه بار دیگه در تاریخ 27 خرداد 1402 خبر ازدواج خودش رو رسانه‌ای کرد. ظاهراً این زندگی هم به خوبی پیش نمی‌رفت، چون سایه در نوشته‌هاش میگه میخوام بنویسم از تلاشی که کردم تا یک زندگی آروم تو هم با عشق کنارت بسازم. ازت خواستم سلامت جسمی داشته باشی، به هم متعهد بمونی، اما تو لجباز بودی، بی تعهد بودی و پنهان کاری میکردی. هرچه که بودم، هرچه که کنار تو شدم، هرچه که هستم و قراره باشم، دیگه بسته کنار تو نمیتونم. من ازت خسته شدم. در نهایت در اواخر روز شنبه 16 تیر 1403 خبر خودکشی و فوت این هنرمند در اینستاگرام شخصی اون منتشر شد. البته هنوز این خبر به صورت رسمی تایید نشد. سایه افضلی در سینما فعالیت داشت و در سریال‌هایی مثل نیوکن و دل به ایفای نقش پرداخت. دوستان عزیزم لطفاً توی کامنت‌ها برام بنویسید نظر شما در مورد ترنس بودن چیه؟ آیا اون رو یک اختلال جنسیتی می‌دونید و یا نه؟ دوستان عزیزم لطفاً برای حمایت از پیج ما رو سابسکرایب کنید و لایک و شیر و کامنت هم یادتون نره. روز و روزگار به کامل.